آقا رشید قدش کوتاهه ولی دل بزرگی داره. ساده. چقدر ترسناکه. چقدر ساده. زنش هم ترسناکه. شهرام تو خیلی باهاش رفیق هستی. تو نظرت چیه؟ شهرام شوهر هممونه. شهرام اشوه نیا تو لطفا با هیکلا با اینقدر کلت فقط. ببین شما به آناتومی آقای قائدی توهین کردی. گفتم اینقدر توهین نکردم، اندازه‌شو گفتم. ماشاءالله. خیلی هم قشنگی شهرام داری به دل بزرگ آقا رشید فکر می‌کنی؟ ولی من رشید راضیم. چه خوبی داره؟ هم از دل درست گفتی. درسته بگو. دیگه چی میخوای ازش؟ آقا علی صدایی که آقای قائدی در میاره درسته؟ نه اشتباه. چرا اینجوری میکنه این؟